خالدا فیها، او تا مکث طویلی یعنی تا طولانی مدت در جهنم میماند و سزای قاتل همین است که باید قصاص شود، مانند اون که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است اگر شما یک فردی را بکشید گویا که همه انسانها را کشته اید. شما یک ملا کمال ثلاثه‌ای را تنها نکشته اید، شما یک ملتی را بیدار کرده اید. خون ملا کمال به هدر نخواهد رفت تا زمانی که مؤمنین و کسانی که ملت بلوچ و روشن فکران آگاه هستند سزای اعمال خود میرسند انشاءالله. و من تقاضا دارم راه این بزرگ مرد را ادامه دهید، راه این بزرگ مرد را ول نکنید عزیزان من. این بزرگترین درد و بزرگترین خنجری بود که به قلب ملت بلوچ وارد کردند اینا. اینقدر انسان دلش غصاب باشد، دلش سنگ و آهن باشد که بیاید یک آدم و یک انسان خیرخواه و عادل را به شهادت برساند. بلوچ از مکران تا سرحد، از پاکستان و افغانستان، از همه جا به ملت ایران من تسلیت عرض می کنم و تقاضا می کنم، دست می بندم بر روی شمای ملت بلوچ. شما را به خدا قسم بلوچ ها را نکشید، شما را به خدا قسم فعالان را نکشید، شما را من قسم میدم از رب خود بترسید. چه اندازه شما قسی القلب شدید، چه اندازه شما آهن قلب شدید. اگر این قلب آهن باشد به والله این موم میگردد. ملت بلوچ را شما دارید مثل یک شمشیر دارید تکه تکه میکنید. تا که ما صبر بکنیم؟ تا که ما این سکوت خود را در خف خونی قرار بگیریم و خف خون بگیریم؟ ملت روزی گفتم که برادر کشی ها دارد موج میگیرد. الان کار به جای رسیده که نه تنها برادر کشی موج میگیرد بلکه بزرگان بلوچ را دارن تکه تکه میکنن، بلکه بزرگان بلوچ را دارن به تیر و رگبار میبرن. تا کی تکه تکه میکنید؟ فکر میکنید که خون آنها به هدر میرود؟ امثال ملا کمال ثلاثه‌ای هیچ وقت به هدر نخواهد رفت و خون او امثال ما جوانان را به جوش میارد و به خدا قسم راه او را تا آخرین لحظه ادامه خواهیم داد و از سخن حق یک وجب هم عقب نشینی نخواهیم کرد. و این را من تسلیت میگویم به ملت شریف بلوچ و شهادت را بر ملا کمال ثلاثه‌ای تبریک و مبارک باد میگویم.